میپرسید برای رنگ ابروهامون چیکار کنیم؟ هیچی. شما اگر میخواید رنگ ابروهاتون خیلی روشن بشه از سری رنگ‌های های لیفت استفاده میکنید، یعنی شماره های 12 سوپر پلاتینه ها با اکسیدان 9%. اگر میخواید متوسط باشه رنگ ابروتون، یعنی زیاد روشن نشه، میتونید از همین رنگا با اکسیدان 6% استفاده کنید. فقط اینو دقت داشته باشید اگر میخواید رنگ ابروهاتون به سمت قرمزی نره، حتما از پیگمنت زیتونی یعنی رنگ زیتونی استفاده کنید، رنگ 12 زیتونه. و اگر میخواید رنگ ابروهاتون نارنجی نداشته باشه، از رنگ دودی یا خاکستری باید استفاده کنید، به خاطر اینکه اون پیگمنت نارنجی رو خنثی کنه براتون. من از این رنگا استفاده کردم رو ابروم، بعد ابروهامو میشورم بهتون نشون میدم. شما میتونید حتی از سری رنگ‌های اگه نمیخواید خیلی روشن بشه و پیگمنت قوی تری داشته باشه رنگتون، میتونید از رنگ 9 دودی، 9 زیتونی، 9 خاکستری برای رنگ ابروهاتون استفاده کنید. و اگر میخواید حتی زردی هم نداشته باشه، باید مثلا از رنگ‌های استفاده کنید که پیگمنت بنفش داشته باشه، مثل رنگ یاسی، مثل رنگ مرواریدی. حالا مرواریدی زیاد نمیتونه خنثی کنه چون ضعیف‌تر از رنگ یاسیه. برای همین شما با این کار میتونید رنگ ابروی خوش رنگ داشته باشه. حالا من ابروهامو شستم بهتون نشون میدم که شما رنگ ابروهامو ببینید. ابروی من خیلی تیره است، مثل ریشه موهامه، برای همین روشن شد بهتون نشون میدم. خب نگاه کنید ریشه موهای من نگاه کنید چقدر تیره بوده. الان ابروهامو نگاه کنید، یه رنگی شده که نه قرمزی داره نه نارنجی داره. نگاه کنید یه رنگ روشنه واسه ابرو. ولی اونایی که میخوان خیلی روشن بشه باید مقدار اکسیدان رو بیشتر بریزن و مدت مکسشون رو یه مقدار بیشتر کنن تا اون رنگی که میخوان به اون رنگ برسن. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشی. خیلی دوستتون دارم.